قصه گشتینگیری عمر ابن خطاب الله تعالی از او راضی باد با شیطان. عبدالله ابن مسعود الله تعالی از او راضی باد روز آرامانه نشسته بود و در اطراف او صحابگان و تابعین دور زده نشسته بودند. عبدالله ابن مسعود به آنها برخی از داستانهای نادر را قصه نموده چنین گفت: مرد از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو شیطان را در یکی از تنگ کوچه های شهر مدینه روبرو آمد. یکی از شیطان ها صحابه را به گشتینگیری دعوت نمود. بعد چند لحظه چسب و تلاش صحابه بر جن غالب آمد. جن گفت: مرا رها کن. صحابه او را رها کرد. سپس جن دومی گفت: آیا می خواهی با من گشتین بگیری؟ صحابه با جن دومی هم در نبرد شد تا آنکه او را مغلوب نمود و به بالای سینه اش نشست و گفت: می بینم که دستانت به مانند دستان سگ یا جن است. آن جن گفت: سوگند به الله که من از آنهایم، یعنی جن هستم. صحابه گفت: من تو را آرام نمی گذارم تا نگویی که کدام عمل است که ما را از بدی شما دور نگاه می دارد. آن جن گفت: خواندن آیت الکرسی. مرد از نشستگان به عبدالله ابن مسعود گفت: آن مرد کیست؟ عبدالله ابن مسعود الله تعالی از او راضی باد گفت: غیر از عمر الله تعالی از او راضی باد دیگر هم کی می توانست باشد؟ این بود قصه صحابی جلیل عمر ابن خطاب الله تعالی از او راضی باد. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.